زندگی خورشید در بام من است، زندگی مهتاب در شام من است، زندگی پرواز پیغام من است، زندگی خوشنام از نام من است. السلام علیکم حاضرین ارجمند، مخلصان صوت و نوا، دلدادگان شعر و سرود و موسیقی های دلانگیز ناب تاجیکی. قدم‌های خجسته یکایک شما را با تالار بر هوای قصر جوانان به نام لایق شیرالی که امروز قصر جوانان به نام لایق شیرالی و سرپرستی اگرا اینوست بانک چنین یک محفل دلافروز بخشیده به 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری عزیزمان به خاطر 70 سالگی جشن لایق بزرگوار تحت عنوان شاعر خورشید و دریا لایق امروز و فردا با اشتراک هنرمند ممتاز سراینده خوش سلیقه استاد میرسلیم اشوروف برگزار می‌گردد. خیر مقدم می‌گوییم. مرا تو زنده خواهی داشت، الا شوری دلی دریا مرا تو زنده خواهی داشت. وزیر سنگ‌های ثابت سیاری گردون ها الا پا بر جا مرا تو زنده خواهی داشت. الا البرز پا بر جا مرا تو زنده خواهی داشت. بسا شیری تری دنیا بود اندر لبی دریا الا شیری تری دریا مرا تو زنده خواهی داشت. اگر لک لک دلی پاکم یک یک در دلی خاکم الا فرشی سی عرش اولا مرا تو زنده خواهی داشت. الا فرشی سی عرش اولا مرا تو زنده خواهی داشت.
داشت. الا دیوانی لایق حافظم باشی زهر مرگه. الا دیوانی مولانا مرا تو زنده خواهی داشت. الا دیوانی مولانا مرا تو زنده خواهی داشت. جهانی جانم را رهنی این جهان کردم. من جهانی جانم را رهنی این جهان کردم. من زمینی را راهی روان کردم. آمدم در این دنیا رفتم و ندانستم که همه وجودم را صرف این و آن کردم. که همه وجودم را صرف این و آن کردم. بهار دل جستم هم کنار دل جستم. نوبهار دل جستم هم کنار دل جستم. تا بهار سبزم را طعمه خزان کردم. تا بهار سبزم را طعمه خزان کردم. پیش روی حق جویم دم زدم اگر از حق. باری دوش جانم را صد کرت گران کردم. در قلم روی قسمت باشگاهی نیکوبت. سجده بر زمین بردم شکری آسمان کردم. در قلم روی قسمت باشگاهی نیکوبت. سجده بر زمین بردم شکری آسمان کردم. شکری آسمان کردم. جهان عشق نهانه جهان شناسم کرد. فغان آب روانه
روان شناسم کرد. نگاهی مستی جوانی بیکرد اگر پیرم، نگاهی مستی جوانی بیکرد اگر پیرم، نگاهی خسته پیری جوان شناسم کرد. نگاهی خسته پیری جوان شناسم کرد. چی برگ ها که زی نخلی امید هایم ریخت، چی سبزه ها که بهارم خزان شناسم کرد. بسار سال از وضعی زمان خواندم و لیک، بسار سال از وضعی زمان خواندم و لیک، زمان سازی چنده زمان شناسم کرد. زمان سازی چنده زمان شناسم کرد. به از هزار قیاسو به از 200 فرهنگ، زبان درازی چنده زبان شناسم کرد. به از هزار قیاسو به از 200 فرهنگ، زبان درازی چنده زبان شناسم کرد. زیپست فطرتی چند به برار شکر، زیپست فطرتی چند به برار شکر، که در زمینی هنر سما شناسم کرد. که در زمینی هنر سما شناسم کرد. جهان عشقی نهانه جهان شناسم کرد. فیغان آبی روانه روان شناسم کرد. ای فیغان آبی روانه روان
شناسم کرد. جانم چی خواهد از روزگارم، نوبت گذاری با حق گذارم. با سوزی پنهان یاد آورم از عشق یارا در زیر باران. جانم چی خواهد از روزگارم، نوبت گذاری با حق گذارم. با سوزی پنهان یاد آورم من از عشق یارا در زیر باران. ستیزم به خود ستیزم، کاری ندارم با کی ندارم. چون تن چشمام دنیا نجویم، قسمت کنم دل با دل فگارم. جانم چی خواهد از روزگارم، نوبت گذاری با حق گذارم. با سوزی پنهان یاد آورم من از عشق یارا در زیر باران. شد همیشه صد کارزاری بیکارزاران. آدم غنیمت هر دم غنیمت، ای هم نصیبان ای هم جواران. آدم غنیمت هر دم غنیمت، ای هم نصیبان ای هم جواران. جانم چی خواهد از روزگارم، نوبت گذاری با حق گذارم. با سوزی پنهان یاد آورم من از عشق یارا در زیر باران. جانم چی خواهد از روزگارم، نوبت گذاری با حق گذارم. با سوزی پنهان یاد آورم من از عشق یارا در زیر باران، از عشق یارا در زیر باران. سلامت باشید.
صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گشام انگیزه است شاید از الله های مادر انگیزه است شاید از الله های مادر گر شیرکی سرودم از بود و از نبودم در تینتم سریشتم سوزون نوای مادر از صد و توزی شهرت گر بر فلک زنم سر تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر شاعرانی عالم یک جامدی حق گویم یک بیت هم نعرزدن در سنای مادر غم خوار و غم شریکم از موی سر زیادم غم خوار و غم شریکم از موی سر زیادم اما بر روز سختی خالیست جای مادر اما بر روز سختی خالیست جای مادر صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر روشنت من میروم نگو زارم بگردی دامنت من میروم نگو قربان چشمی روشنت من میروم نگو زارم بگردی دامنت من میروم نگو
دستی توست تا دستی من بگردند من میروم نگو قربانی چشمی روشنت من میروم نگو زارم بگردی دامنت من میروم نگو قربانی چشمی روشنت من میروم نگو زارم بگردی دامنت من میروم نگو جهانی پست خوش بادین میشه منت من میروم نگو قربانی چشمی روشنت من میروم نگو زارم بگردی دامنت من میروم نگو قربانی چشمی روشنت من میروم نگو نگو زارم بگردی دامنت من میروم نگو میهمانان عزیز همه شما را به این محفل دلارا خیر مقدم میگوییم و در اینجا این محفل به افتخار شاعر بزرگ لایق بزرگوار شاعری خورشید و دریا علاوه به آن استاد لایق نه فقط شاعری خورشید و دریا بودند آن کس متفکر و شاعر عصرها و زمانها هستند تا انسانیت هست خاطره درخشان آن کس ابدی باقی میماند خود شاعر فرمودند تا دمی که خورشید از شرق بنماید طلوع تا دمی که زندگی باشد برای آبرو تا دمی که شعر حافظ باشد و جام و سبو من نمی میرم من نخواهم مرد من فکرم امروز گل باران پگه پل باران میشه امروز باران خدا بیرم همه رشق مردم ده همه وارد استاد است هم مردم بای باشد مردم ما تنجو آسایشته باشند هم گل میشده هم پل سلامت باشد نه که گل و پل هر کس بنیده بلبل هم میبیاد السلام علیکم هموطنان عزیز استاد برامده بسیار گپای خوب گفتن درباره شعر میگه درباره آهنگ هم نزدن شیخ عطار میگن که سخن قلفی دلی هر خورددان است ولی صنعت سخن را جانی جان است جانی آدمیزاد که آهنگ کتی درآمده باشد جانی شعر هم آهنگ کتی هست یا خطا با خفه نشید با شیخ عطار فرمودن لایق وقتش میگفتم میگوریم پارتی پدرزومیم لینین میگوریم تاجیکی پدرزومیم لایق میگوریم میگوریم تاجیک پدرزومیم میرزا ترسنزاده ما گیم تاجیکی میگیم صدرالدین عینی بابا جان غفور رودکی و تمام فرزندای دنیا پوشکین نوایی اینا فرزندای دنیا هستن رودکی لایق از آن یک تاجیکستانی مانی
برای همین بله میرسلیم غیرت کرده، شعرهای لایق به آهنگ بسته است. این کار شوخی نیست. من بار اول بعد از برادرم آمدم به حرمتی همین، به حرمتی لایق روح ارواش، چون که لایق قدیم من برادر بودم، همکاری میکردیم. استاد ترزاده پدری معنوی مده، ما همکاری کردیم. من بسیار خوشبخت انسان هستم. شما هم رحمت برای آمدگیتان در روزی باران. میدونید همین روزی تولدی که روز تولدی صدرالدین عینی، روزی تولد الله پوگاچووا، پدرش عینی، مادرش پوگاچووا. ببینید خدم امروز تولد شده است. سلیم چی میخوام؟ خدا علیم چخیلی که لایق با شعر خدا داده است آهنگ دادن گیرد. ما همین شعرهای بزرگا، شعرهای شاعران معاصر با آهنگ کرده خواندن گیریم. امروز جوره جان عزیز قدم رنج کردگیشون هم احترام لایق، احترام میرسلیم. برای جوره جان عزیز قرصک زنیم. جوره جان خوش آمدید، همه تا خوش آمدید. گپ بسیار میرسلیم به کشایش کار آمدی. کار پروردگار گل پل نصیبشان شد، بلبل با این خوان نگیرم. همه گپ رو حاجی جرابی گفتم. من همه جوانهای ایجادکار، عموما حافظان ایجادکار که سبک خودشان را در صنعت اسلوب خودشان را میابند، مهنت میکنند، بسیار احسن میگویم، احترام میکنند. همه هر یک کس از خودش البته یک چیز باقی گذاشتنش در کار، هر یک حافظ سبک خودش داشتنش در کار. درباره آهنگ یک بیت گفتن حاجی، یک بیت محمد اقبال یادم با آمد. محمد اقبال گفته است که نوازی پرده غیب است ای مقام شناس، نه از گلوی غزل خان نه از رگی ساز است. این خدا نتیت خدا به همه مرتبه نمیرساند، به همه صحنه ها لایق نمیبیند. الهیم دایم همه مرتبه شان خدا زیاده کند. سلامت باشید. جوره جان باشید. از اسفره، از استرافشان، از پنجکین، از ختلان، از بدخشان میهمان آمدن، از آن جمله صنعتکارا از استرافشان و از اسفره، هنرمندی مردمی تو از اون دوران جان، علی مطفی عزیز اینجا، همه هنرمندا آمدن، احترام هنرمند کرده. شاعر و شاعره های عزیز اینجا اشتراک دارن، استادان عزیز اشتراک دارن. خوش آمدید شما میهمانای ما صنعتکارا، خوش آمدید. سلام باشید استاد. سلام باشید. مرحبا. دیدم ریزه ها یکی ردیفی دیل نشود، صاحب عنوانی فزون دیدم یکی فاضیل نشود. زندگی استادی ما توی بی پردگوی، از چی شاگردان یک مکتب همه عاقل نشود. از چی شاگردان یک مکتب همه عاقل نشود.
عاشقی در سری پیمان زی دنیا بگذرد شاعری بیدار دل با جانی شیدا بگذرد زندگی گر رهبری مایی چرا تر دامنی پای ترنا کرده از گردابی دریا بگذرد پای ترنا کرده از گردابی دریا بگذرد چاپلوسی ناجوان مردی قسم ها بیشکند نشکند ترهی کلاه اما دلی ما بیشکند زندگی گردآوری یک روی باشی پس چرا ابلهی از بام افتد گردنی ما بیشکند ابلهی از بام افتد گردنی ما بیشکند سلامت باشی بچه. چرخی گردن رکی گردی سری ما میگردد دشمنی ماست ولی دوست نما میگردد چرخی گردن رکی گردی سری ما میگردد دشمنی ماست ولی دوست نما میگردد دل سفیدان همه جا روزی سیاه دارند در پسی ابر رخی ما سیاه میگردد در پسی ابر رخی ما سیاه میگردد آدمی زاد چو خورشید جهان پیمایه هر قدر پیش رود باز خفا میگردد آدمی زاد چو خورشید جهان پیمایه هر قدر پیش رود باز خفا میگردد هر قدر پیش رود باز خفا میگردد
چی صداها که فراموشی فضا میگردد با وجودی همه این تا به ابد گردان باد آسیا یکی پس از نوبتی ما میگردد با وجودی همه این تا به ابد گردان باد آسیا یکی پس از نوبتی ما میگردد آسیا یکی پس از نوبتی ما میگردد بیمان تا در دلی پاکت دلی من آشیان ماند بیمان در چشمهای تو جوانیم جوان ماند تو با آن حسن عالمگیر از عالم چی میخواهی بیمان در شعر من از درد عشقی تو نشان ماند و مثل خنده های آبشاران خنده های تو طبیعت زاد از زیبایی است آن حسنی رسایی تو کنم بر چاش هر یک مصرع و هر حرف شعرم را شبیه توی عروسیت بقدی دل ربای تو در شب‌های مهتابی تو را چون خواب می‌خواهم در این شب‌های بی‌خوابی نمی‌آیی نمی‌جویی ولی بعدی هزاران سال مرا چون استخوانی رودکی از خواب
خاک میکاوی مرا چون استخوانی رودکی از خاک میکاوی. هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد من دوران جان علی معطوف به افتخار شما. السلام علیکم تماشاچیان گرامی. ما امروز بسیار شادیم، بسیار خرسند هستیم که در شب ایجادی یکی از هنرمندان خیلی ممتاز برادر ما میرسلیم اشتراک داریم. ما همراه محمد جان کریم و دوستان آمدیم برای تبریک. محمد جان دستان برداریم. و وقتی که ما می آمدیم باران با شدت می آمد و ما بسیار در تهلکه بودیم که تماشابین آیا می آید نمی آید. من با محمد جان گفتم که اگر سنگ بارد هم برای میرسلیم تماشابین می آید. و امروز میرسلیم یک برنامه خیلی رنگارنگ آماده کردند. من بسیار شادم و طرز طبیعی، یعنی خودشان که گفتن ژیوای زنده اجرا کرده ایستادن. تمام نوازنده ها به شما هم تشکر. برای نوازنده ها یک قرص تشکر. دستتان درد نبیند. طرز طبیعی نواختن و خواندن خیلی دشوار است و حالا خیلی خوب است که طرز طبیعی خواندن رسم شده ایستاده است. استادان ما در اینجا استاد جیروبیک مرادوف، استاد جیروبیک نبیف که ما را تربیت کردند و گفتند که همیشه اگر توانتان زنده اجرا کنیتان زنده سرایتان این به فایده شما می شود. و امروز میرسلیم بسیار زنده بسیار خوب سرایده ایستادند. استاد جیروبیک مرادوف سخنهای خوب گفتند، استاد جیروبیک نبیف سخنهای بسیار خوب گفتند و گفتند که خداوند خودش اگر نفرماید این خیلی شدن بسیار دشوار است. از نام مولانا من هم گفتنیم ایزید که جهان خداوند، یعنی ایزید که خداوند که جهان همه به قبضه اوست، دو چیز تو را داده که آن را هر دو نکوست، هم صورت نیک که آن را همه دارد دوست، هم سیرت نیک که همه تو را دارد است. برای میرسلیم یک قرصه. سلامت باشید، زنده باشید. استاد جان سلامت باشید. سلامت باشید استاد. قدم استادا امروز به من نیرو بخشید و خدا کند که همیشه بدای استادا با همراهی استادا در خدمت شما همیشه آماده باشیم. سلامت باشید. مرحمت. مخزنی دل آه نمانده، از خرمنی گل کاه نمانده، در کوی خوبا راه نمانده، در برج سینه ماه نمانده، در کوی خوبا راه نمانده، در برج سینه ماه نمانده. باغی جوانی یکسان نمانی، امروز پرگل فردا خزانی. باغی جوانی یکسان نمانی، امروز پرگل فردا خزانی. باغی جوانی یکسان نمانی، امروز پرگل فردا خزانی. باغی جوانی یکسان نمانی، امروز پرگل فردا خزانی.
به هم زبانی، به هم سبایی، به آرمانی، به آرزویی، دیگر نیابی هر چند جویی، آن تازه جویی، آن تازه رویی، دیگر نیابی هر چند جویی، آن تازه جویی، آن تازه رویی. باقی جوانی یکسان نمانی، امروز پرگل فردا خزانی. 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 برگردنی گل، دیگر نگردی پیرامونی گل، دست نیازی برگردنی گل. چشمانی سردی گل بستیت را برگیرد آرده خندیدنی گل. چشمانی سردی گل بستیت را برگیرد آرده خندیدنی گل. باقی جوانی یکسان نمانی، امروز پرگل فردا خزانی. 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 امروز پرگل فردا خزانی. اصل دیوان غزل شاد آمدی، شاد آمدی. پروا مکن عزیزی من، کین دل برای توست. گویند گر چی ناسزا، تنها سزای توست. در کوچه های تنگ تو را یاد می کنم، هر جا که پای منی هم آوازی پای توست. پروا مکن عزیزی من، کین دل برای توست. گویند گر چی ناسزا، تنها سزای توست. با یادی تو بکوه ها فریاد می کنم، هر کوه اگر
گر صدا دهد گویا صدای توست. من با کمال عاقلی دیوانه تویم. هوشیاری و جنونی من هر دو فدای توست. پروا مکن عزیزی من کین دل برای توست. گویند گرچه ناسزا تنها سزای توست. هرگاه که بر گذشته ها دلگیری میکنم، فردای من شنیدنی گلخنده های توست. من زنده‌ام به عشق تو، من شاعری تویم. تا انتهای عمر دلی من گدای توست. پروا مکن عزیزی من کین دل برای توست. گویند گرچه ناسزا تنها سزای توست. در کوچه های تنگ تو را یاد می کنم، هر جا که پای می هم آوازی پای توست. پروا مکن عزیزی من کین دل برای توست. پروا مکن عزیزی من کین دل برای توست. طرف دیلان ای اصل دیوانی غزل، شاد آمدی شاد آمدی. نقدی دل و جان در بغل، شاد آمدی شاد آمدی. بنیادی غم ها سوخته، جانی مرا افروخته. بر قصدی صد مکروهیال، شاد آمدی شاد آمدی. بر قصدی صد مکروهیال، شاد آمدی شاد آمدی. بکشادی زلفی پرشکن، بشکستی سر ارمانی من. ای کانی عیشی بی خلل، شاد آمدی شاد آمدی. از صفحه برگی گلت خواندم غزل های دلم.
کاری بی بدل شاد آمدی شاد آمدی ای شاهکاری بی بدل شاد آمدی شاد آمدی اندر لبانی غنچه‌سان پیکی زی عمری جاویدان بر قصد مرگی بی محل شاد آمدی شاد آمدی با من دمی دوران بیرا با من بیگو با من بیمان با من دمی دوران بیرا با من بیگو با من بیمان ای ارمغانی از ازل شاد آمدی شاد آمدی ای ارمغانی از ازل شاد آمدی شاد آمدی شاد آمدی شاد آمدی بعد از عرض سلام و احترام خاصه به نشستگان، استادان و بزرگانی که امروز ما مشرف دیدارشان گشتیم. بنده به نمایندگی از اهل بیت استاد امروز خیلی خوشحال هستم که در این بزم جمشیدی اشتراک می‌ورزم و فکر می‌کنم که یکی از هنرمندان خیلی ممتاز ما امروز یک صفحه نوی در تاریخ موسیقی در تاریخ هنر باز کردند با ایجادات تازه خودشان، با آهنگ‌های خاصتاً و با اسلوب خودشان. فکر می‌کنم که با شاهکارهای خودشان یک شاهراه دیگری را نیز در جاده هنر باز نمودند. از اکای مرسلیم خیلی هم اظهار مینه‌داری می‌نمایم برای آنکه این کس یکی از نخستین‌ها استادان هنر هستند که در جشن 72مین سالگرد استاد اشتراک می‌ورزند و در این تجلیل و در این یک شکوه و شهامت خاصه را خودشان وارد ساختند. امروزها در این بزم اینچنین باید حاضران گرامی ذکر نمایم که برادر بزرگ استاد عمک عزیزی من در این محفل اشتراک دارند. میخواهم عمک برخیزید و قاری شریف شیرالی و دوستی از همه نزدیکشان که همیشه هم پیوندشان و همراهشان بودند، شریپوف حاجی محمد رجب اینجا ذکر کرده نکن. هر دوشون به صحنه برام. مرحبا با کف به مرحبا. یک رکن دیگر را نیز باید ذکر نمایم که در جشن گرفتن در تمام سراسر ولایتمان امروز محض با ابتکاری، با دستگیری و با راهبری مقامات اجرایی حکومت ولایت سوخت این جشن ها تجلیل می‌گردند و از این حکومت ولایت نیز ما اهل بیت استاد اظهار مینه‌داری می‌نماییم. مرحمت. و باید یک ذکر کنم که محض با اشتراکی و دستگیری به واسطه راهبری قصر ملت، قصر جوانان سید و سید عمران نیز اینجا در تکلیف کنیمشان، چون که در از بس که قصر نام استاد را دارد و کوشش و زحمت ایشان نیز خیلی زیاد است. سید عمران جان از شما اظهار تشکر می‌نمایم. اکنون دوستان عزیز، سردار اولاد ما، پدر معنوی من، عمکم در اینجا حضور دارند. میخوام که یک دو سخن نیز از زبان اون کس شنویم. این محفل بسیار زیبای دلنشینی که امروز با افتخار 70 سالگی شاعر محبوب و زنده‌یاد دادر عزیز من بنیاد گردیده است. این زحمتی تنها مرسلیم جان
یا سروری همین مرکز جوانان نبوده، بلکه این زحمت همین مردم خوجندان است. من به یک چیز اعتبار دادم که همین مرسلیم جان ایجادات خود را آیدی ایجادات استاد لایق آغاز کرده و وی یک حسن و توجه و یک رنگ و بوی خاصه ایجاد کننده است و خیلی جذاب و دقت جلب کننده است. اگر به مضمون این سرود ها خوب دقت کنید، در این محفل، در این شعرهایی که در این محفل سراییده شد، در وی هم جامعه فلسفی، هم جامعه عشقی، هم جامعه عرفانی و هم پند و حکمت و حتی انسان دوستی، انسان پرستی در وی سراپا موجود است. و طرف دیگرش این که استاد مرسلیم ایجادات چون را از استاد لایق سر کردن، از استادانی که این علاقه در عرصه عموما صنعت، در عرصه ایجاد، در عرصه قلم شناخته شدن و با این یک احترام خیلی خاصی مرسلیم جان است. بعدا میان این که استادان خود را با جان دلشان زیادتر احترام میکنند و از هر یک سخنی که میگویند یا هر یک چیزی که در صنعتشان ایجاد میکنند، این از فاتحه استادانشان است. بنابراین در اینجا این محفلی که امروز است محفل همین استادان بزرگ است، تنها مرسلیم جان نیست. بنابراین خیلی که شهرازی بزرگوار میفرمایند بزرگی به عقل است نه به سو. یعنی اینجا حس کردم که مرسلیم جان هیچ وقت خود را حافظ گفته آواز بلند نکردن، خود خلق به اون کس بها میدهد، صنعت اون کس به اون کس بها میدهد. از همین لحاظ من با جای استاد لایق که شخص زنده هستم که درباره نوع صنعت زنده را فاتحه میدهم که این کسان مثل همه استادان و استادان خودشان و همه دانشمندان خوجند با یک قله های بلند ایجاد رسند. در حاشیه کتاب عمرم ای خامه نویس بیت آخر، او شاعر نادر نبود لیک دل باخته مرد مثل شاعر. لایق هنوز با اینقدر بزرگیش در عصر خود نسبتی سخن، نسبتی معنی سخن، ببینید که خود شاعر نگفت، گفت که من دل باخته شاعر هستم، شاید که شاگرد شاعر باشم. هست شاعرانی که یک شعر می نویسد بغیر از شعر خودش دیگر چیزی را نمی داند، ولی همیشه می خواهد که با شاعر باشد و نام او را بگیرد. دوستان عزیز، وقتی که درباره لایق گپ می رود، من حاضرم طالا را نگاه کرده ایستاده قریب اشکام می ریزد، چون که حاضر همه دوستای نزدیکی که خیلی ما 4 سال یک مرتبه آموزشگاه پداگوژی پنج کلمه هنوز 13-14 سال داشتیم خواندیم. یعنی استاد جورابیک مرادوف یک انسان شریفترینه که اینجا اشتراک دارم. بسیار شکر باید بکنیم که حاضر یکدیگر را زنده میبینیم، چشم یکدیگر را نگاه میکنیم، رنگ یکدیگر را میبینیم، رنگ میگیریم. بیدل میگوید که غازه حسن ادا آسان نمیآید به دست، فکر خونها میخورد تا رنگ میگیرد سخن. دوستان عزیز، از خاک مزار صدا آید باز، مزار زادگاه حضرت لایق. از خاک مزار صدا آید باز، فریاد دل از هر دو سرا آید باز. ای خیمه آسمان
200 پاره شوی لایق به خیمهش کجا آید باز؟ در راه میگذشتم گفت رحمتی لایق طرف من وقتی که من دوشنبه مهمان شده رفتم وقتی جنگ های شهروندی میبخشید روزی لایق که هست درباره لایق یک چند شتریخ برای شما یادآور شویم به فکرم از منفعت خالی نبود. راه به میگذارد و بایویکو در کفتشان یراق هم تا از پهلوی لایق میگذارم ها شاعر میگود یکتش بغم گشتی ها وای نگاه کردم میگود که لایقی خچکو کنیم ما یراق نداریم بی یراق گشتیم شور شب میگود دو بیتی از همین چیز پیدا میشه میگود که خاموش نبودم اگر خاموشم فریاد همه خلق رسد بر گوشم آن دیگ غمم که خود به خود میجوشم خون دل خود به جای مای می نوشم. شما از کجا میدونید که من در کدام پای تشکر. دوستان بسیار قلبکی هم داشت لایق همون درباره شاعرایی که بعضن میگود که چو میرد شاعر هیکل گذارن حساب بیت هایش را شمارن ولی از بیت های مرده او به دل ها ذره پروا ندارن. یعنی همگونه شاعران هم هست واقعا هست اونها را به بیت به معنی میزد و لایق یک محبت خاصه داشت برای ملتش زیست برای ملتش مرد. دوستان عزیز من بسیار چی گویم گپ‌های بسیارم هست این در این تالار وقت شما گرفتن و من خیال میکنم که حال بسیار گپ زدم لیکن لایق به این یک لحظه دو لحظه کشاده داده نمیتونیم ما. اگر که ما همین دوست داریم لایق خوانیم بعد فهمیم خواندن دیگر است فهمیدن دیگر است. یک خصوصیتی از همه خاصی لایق چی بود که همین قاری شریف هم نمیدونند. یک چیز گویم که اگر که لایق معنی دل ها بود همین قاری شریف شکسته بند دل ها است. کسب شکسته بند بطون شکستگی ها را پوچکا اگر غازه شود اگر از تمام همه وادی زرافشان پیش هم میبیان سیب ساعت میکنند. برای همین هم یک چپک زنیتم. عمرتان دراز همه دلباخته های شعر اینجا شما من حاضر هم یک حیرت به هستم که خدا به شکر که اهل معنی اینجا جمع شدید. شعر دوست می داشتگی آدم هیچ وقت پیشوان نمیخورد. خدا همیشه مددگاری شعر دوست ها هست معنی دوست ها هست. خدا مددتان کند که شعر دوست دارید مرسلیم دوست دارید استاد جوربک دوست دارید لایق دوست دارید همیشه خدا مددگارتان بشه. سلامت باشید. دوستان عزیز برای همین مهمانای ارجمند یک بار دیگر کفگویی میکنیم قدم هاشون بالای چشم. من از تالار به صحنه می نگریستم و فکر میکردم که اون نفرهای اون شخصیت هایی که امروز تالار هستند به قول بین مردم میگویند که اگر گوسفند کشیم هم اینجا نمیبیاند. خدا به شکر به خاطر جشن استاد لایق شیرالی به خاطر شنیدن
سرودهای تازه استاد میرسلیم اشرف آمدن. یک بار دیگر تشکر میگم مخصوصا به افتخار استاد جوربک مرادوف، استاد جوربک نبیوف، دیگر استادان ارجمند، مهمانان ارجمند از شهر دوشنبه، از پنجکین، همه اون دوستان، همه شما قدم هاتون بالای چشم. دوستان عزیز، همین روز محفلی که با عنوان لایق امروز و فردا شاعری خورشید و دریا روی کار آمد، 8 ماه مقدم من و اکای میرسلیم در همین درآمدگاهی شهر خوجند همین خیلی یک نشستیم، گفتیم که کاری کنید که تنها در متن استاد لایق یک محفل بیارید و اونجا شخصیت های جمع بیاریم که واقعا اهل شعر باشند، اهل ادبیات باشند. و خدا به شکر که نیت که نیک بود، همین لحظه به خداوند رسانید. من همین لحظه به خدا به شکر میکنم که همین روز نیک بوده است و روز میرسلیم اشرف و روز یادبود استاد لایق شیرلی در قصر جوانان به نام لایق شیرلی شد. دوستان عزیز، دیگر من همه به استاد برادری ارجمندی ما میرسلیم اشرف محبت بی اندازه دارند. من این لحظه ها به خاطرم میاد که سال 1997 اولین کنسرتشان همراه در تئاتر به نام کمال خوجندی گذاشته بودیم و هر سال که کنسرت میگذارند، یک محفل جلب میکنند، من و اکای میرسلیم همراه دیگر دوستان این کار رو به انجام میرسونیم. و من امروز به ایشان یک کتاب هدیه میکنم. این کتاب شش مقام در قرن 20 است. اینجا تاریخ شش مقام است، تاریخ استادان است. من میخواهم که مانند این کتاب همیشه عزیز باشند دوستان. و دیگر چیز دوستان عزیز، ما امروز برای من یک روزی واقعا خرسندی است، زیرا فرزند و برادری استاد لایق به این مکان ما آمدن و همراهشان برای من بایگانی رسم های لایق آوردن و من به اون به برادرشان برای همه شما وعده میدهم که در همین درآمدگاه قصر جوانان عکس های استاد همینطور راست میکنیم. هر کس که اینجا وارد شد به خانه استاد لایق وارد شدنی خودش احساس خواهد کرد. و دوستان عزیز، امسال 70 سالگی، البته 20 می روزی مولودشان، ولی نقشه ها زیاد هستند. دوام سال خدا خواهد کارهای به انجام میرسد. همین خیلی شب‌های ایجادی با اشتراک دیگر هنرمندان از جمله اسرائیل فیض‌الدینوف، عالم جان بابایف، محیدین غازیف و همچنین اینجا توشبوی اکای توشبوی محبتوف که از شهر استرافشان آمدن همراه دیگر هنرمندا. خدا خواهد اینجا برگزار میشود و باز با شما اینجا ما قرار خواهیم گرفت. و یک بار دیگر من قدم های همه شما خیر مقدم میگم و اکای میرسلیم برای کار میخوام و امیدوار هستم که سال آینده باز همین شب روز با کلواری بیشتری سرودها و غزلها مهمان ما و شما خواهند شد. و البته در آخر من منتداری خودم بیان میکنم به اونهایی که در تنظیم یافتن این شب محفل به ما کمک رسوندن. من به شخصا به رئیس ولایت سوخت محترم قاهر رسولزاده تشکر میگم، به مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند و همچنین به سرپرست محفل امروزه بانک اگرو اینوست بانک که ایشان دستگیری ما بودن، به اون کس هم به رهبر این درگاه نیش تشکر میگم. یک بار دیگر خوش آمدیدتان برای شما برای کار. سلامت باشه. این معنای آن ندارد کنسرت تمام شد. این کنسرت از نو افتتاح شد. گفتگی گفت. سلامت باشید. جان باشید. حاضر در ادامه صحبت یک شخصی که بسیار خاکسار است در تماشاگاه در زال نشستند و نسبت استاد لایق بسیار احترامی به اندازه دارند و با وجد آمده آشخانه برپا کرده به نام استاد لایق نامگذاری کردند و از در می‌دراید در زیر آینه میزی خوراخوری دو بیتی های استاد لایق، رباعی های استاد لایق، غزل های استاد لایق در آنجا هست. کسی که به آشخانه آشخوری رود حتما می‌بینید. یک رباعی آزاد میگن اکای اسماعیل جان به افتخارشان قرصکای شما. خوش آمدید جورا جان، سلامت باشید. باز سرودها برای شما با پای قدم شما که امروز این جشن برپا شد. من خیال کردم از آسمان باران نبارید، از آسمان شیر بارید که این پیغام استاد لایق به مخلصانشان و به شنوندگانشان بود. سلامت باشید. جانم شد.
کن بیای دردی نو ترمیمی جان کن بیای عشقی نو روحم جوان کن بیای دردی نو ترمیمی جان کن بیای وصلی نو از قبضه مرگ مرا بیستان و فخری جاویدان کن بیای وصلی نو از قبضه مرگ مرا بیستان و فخری جاویدان کن بیای دستگر مو نرم و سیمین مرا بر دست گیر داستان کن بیای دستگر مو نرم و سیمین مرا بر دست گیر داستان کن بیا ای حسنی نو حزنی مرا کوش بیای عهد نو آخر زمان کن بیای حسنی نو حسنی مرا کوش بیای عهد نو آخر زمان کن بیای عشقی نو ای مرگ شیرینه هر آن حکم که دانی همان کن بیای عشقی نو ای مرگ شیرینه هر آن حکم که دانی همان کن هر آن حکم که دانی همان آزاری دل هست آثاری دل نه خاری دل هست غمخواری دل نه صد باری دنیا بردوش دل ها بردوش دنیا یک باری دل نه بردوش دنیا یک باری دل نه دریا روان است ما پیر گشتیم دنیا جوان است دریا روان است ما پیر گشتیم دنیا جوان است
عاقل نمیشد دیوانه دل کوتاه نمیشد افسانه دل دنیای ویران میشد آبادان آباد نمیشد ویرانه دل آباد نمیشد ویرانه دل دریا روان است ما پیر گشتیم دنیا جوان است دریا روان است ما پیر گشتیم دنیا جوان است دنیا جوان است دریا روان است ما پیر گشتیم دنیا جوان است ما پیر گشتیم دنیا جوان دوستان عزیز این جانی من از خدا خواهد شعر میخونی بچیم بسم الله الرحمن الرحیم مرحمت یک قویل کنین آیا ای جمالی بحر و بر شاد آمدی ای بهار و سبز و در شاد آمدی تازه کاری هات را قربان جوام مثل هر صاحب هنر شاد آمدی در دلم کردی نظر با چشمی گل جمال و گل نظر شاد آمدی از قدم هایم دلم گل میکند ای عروسی ره گذر شاد آمدی در رگ هر میسعد مجرای ریز بحر ابنای بشر شاد آمدی در لب هر کنجه آوردی پیام از سخاوت از ثمر شاد آمدی در کنار میبرم انسان بسر یک دمی بیدردی سر شاد آمدی ای بیا گل گفته ای گل بشنویم گل به دامن گل به سر شاد آمدی هر قدر راست بگویی به خطا میپیچی روی هر قدر به بالا به بلا میپیچی در جوانی
بقدی سروی تر و تازه یار فصلی پیری بقدی خشکی اسام پیچی هر قدر راست بگویی به خطا پیچی روی هر قدر به بالا و بلا پیچی در جوانی بقدی سروی تر و تازه یار فصلی پیری بقدی خشکی اسام پیچی بعدی بخیشی و بکشی و خامندشی چون پشیمون شوی از خود به خدا میپیچی زاسمان دستت و پایت زی زمین کنده شود از جزاگر بگریزی به قضا میپیچی هر قدر راست بگویی به خطا میپیچی روی هر قدر به بالا و بلا میپیچی در جوانی به قدی سروی تر و تازه یار فصل پیری به قدی خشکی عصا میپیچی گر نسوزی به غمی خلق بسوزد گورت شادی خلق نخواهی به عزام پیچی با تو میگویم و برخیش و به هر کج رفتار از رهی راست برایی به کجا میپیچی با تو میگویم و برخیش و به هر کج رفتار از رهی راست برایی به کجا میپیچی هر قدر راست میگویی به خطا میپیچی روی هر قدر به بالا به بلا میپیچی در جوانی به قدی سروی تر و تازه یار فصل پیری به قدی خشکی عصا میپیچی فصل پیری به قدی خشکی عصا میپیچی گرچه من کوتاه دستم کوتاه هرمان نیستم گرچه من کوتاه عمرم کوتاه ایمان نیستم هرچی از دستی من آید ناتمامش بشمرم تازی خود ناراضیم از خود پشیمان نیستم هرچی از دستی من آید ناتمامش نشمرم تازی خود ناراضیم از خود پشیمان نیستم
موت از سینه من بیگذرد در لبی دریای هستی سنگی بی جان نیستم پای من با سنگ کوب از خردی عادت کرده است گر زی سنگی راه ترسم از کوهستان نیستم گر زی سنگی راه ترسم از کوهستان نیستم دولتی من ریگی زرینی زرافشان بس بود زره گر زر بیجویم از زرافشان نیستم گر زی شیری من نآید بوی مهر و اعتقاد زاده دریا و کوهی تاجیکستان نیستم گر زی شیری من نآید بوی مهر و اعتقاد زاده دریا و کوهی تاجیکستان نیستم ذره گر زر بیجویم از زرافشان نیستم گر زی سنگی راه ترسم از کوهستان نیستم سلامت باشید. به همه شما رحمت. تشکری بی پایان به همه شما که وقتی خودتان دریغ نداشته به همینجا آمدید. همه مردمی که در تالار بودن همشون شناس کنندم برای شما آدمای اهل معنی اهل معرفت. من در ریاد اول اکوی موحدین شتین همراه اکویشان محکم جان اکو و همراهی برادر عزیزم سیوید نیدوز فخردین جان جلالوف در اینجا هنرمندان نشست. از هر ریاد شما به هنرمندان نشستند. در هر ریاد شما انمی هنرمندان از اشعار استاد لایق از بر کردگی هستند و با استاد لایق افتخار میکنند. و من در آخر جانی من برای شما یک شعر میخواند. بعد باز آمدن زی رفتن خورشید دور نیست گر زندگی دیده به دیدار میرسد. به گفتی استاد لایق خواهم به همه راه روان راهی سفید خواهم به همه شام روان صبح امید. مانده‌ام از یار دور و زنده‌ام زین گونه تا زنده‌ام شرمنده‌ام بر نیارم کند از آن لب بوسه گرچه عمر در طلب جان کرده‌ام برده‌ام لاغر تن پیشی رقیب استخوان پیشی سگ افکنده‌ام بندگان داری سگان هم نیز من بندگان را سگان را بنده‌ام تا چشیدم لذتی غمهای تو آید از شادی عالم خنده‌ام زاطلسی شایم اگر اورم چباک خلتی من بس لباسی ژنده‌ام گفته ای جامی نمی ارزد به هیچ هرچی می گویی بعد آن ارزنده‌ام. سلامت باشید. کسانی که در این کنسرت خدمت ها کردند برای ما، کسانی که سهم گذار بودند، کسانی که دلی ما رو برداشتند و علل خصوص اداره مرکزی جوانان از دربان تا سربانشان که برای ما اینقدر زحمت ها کشیدند، اینقدر روشنایی کردند، اینقدر شروگی ها آفریدند، به همشان از نام شما تشکر میگویم و خدا کند که
در روزهای خورسندی شما ما همه شادی شریک و خورسندی شریک شما باشیم. خدا یاور و مددگار شما باد. به همتون راه سفید. خدا رهبلد و راهنمای و راهگشای هر یکی ما و شما باد. خوش آمدیتان. سلامت باشید. خوش آمدیتان.